به نام دوست. تنبور از جمله سازهای قدیمی و قدمت آن بیش از 6000 سال قبل از میلاد مسیح است و این ساز به اشکال مختلف در نقاط مختلف دنیا الان جای داره و همه از اون استفاده میکنن. اما قدیمی ترین تنبورها 3 نوع بودن: تنبور تیزفونی، تنبور بغدادی و یک نوع دیگه تنبور خراسانی بوده که این 3 نوع تنبور الان یک نوع چگور هم اومده که 2 سیم داره، 2 تار هست که از خانواده همین تنبوره، 2 تار خراسان هم میگن و اونم تعداد پرده های اون تقریبا با این پرده ها برابر هست و این ساز تا هند و چین هم رفته و از قسمت های عراق هم در کشور ترکیه، باغلاما، دیوان در کردستان، اینا هم خانواده با سازهای تنبور بغدادی هستند. اما بحث ما در رابطه با تنبور تیزفونی یا تنبور کردی است. تنبور کردی به طور کل به 2 نوع ساخته میشه. یک نوع تنبوری هست که یک کاسه یک تیکه تراشیده میشه و یک نوع تنبور چمنی ترکه‌ای که کاسه رو به صورت ترکه مانند ستار میسازند و این تنبور در مردم اهل حق در دیار یارستان بسیار مورد احترام هست و در محافل و ذکرها از اون استفاده میکنن. آدابی برای نگهداری اون دارن، دستان اون رو میبوسن حین قبل از اجرا، بعد از اجرا و در ذکرها از اون به نهایت استفاده میکنن و معتقد هستن که این ساز بسیار ساز مقدسی هست و تعداد پرده هایی که در تنبور الان رایج هست 14 پرده است. این تنبور من که مربوط به ساخته استاد چنگیز هست، پدر بزرگ اسدالله گهواره، این از همون سالها این 13 پرده بوده، چون قبلا اینا 2 سیم داشتن و 13 پرده. حالا ما 3 سیم کردیم و پرده اون جای نداره که 14 پرده. اما تئوری که برای تنبور قائل شدن امروزه متدی تا الان نیومده که تنبور رو، وسعت صدای تنبور رو به صورت علمی مطرح کنه. انشالله در این مجموعه ما سعی میکنیم که این مشکل رو به لطف حق برطرف کنیم. تنبور عموما 2 کوک داره. یک کوک مربوط به کوک پرده 5 درجه 4 که 2 سیم اول رو 2 کوک میکنن و سیم سوم رو فا. البته این دو دیاپازون نیست، با صدای خواننده که در حقیقت در ذکر استفاده میشه. این سیم هم خوانی میشه که در موسیقی ایران کلا سازهای ما سیم اول در تار ستار 2 گفته میشه و فقط زمان این 2 صحیح هست که بر اساس دیاپازون باشه. اما برای نوت‌نگاری بهتر همین 2 رو به کار برد. پس یک از کوک‌های تنبور 2 فا هست به این شکل و یکی از کوک‌های اون 2 سل پرده 7 یا کوک 5 و کوک 7. این کوک 7 است که قسمتی از مقامات و کلامات رو در 7 می‌نوازه و قسمتی دیگر رو در کوک 5. ما برمیگردیم روی کوک 5. اما قسمت‌های مختلف تنبور که عرض کردم خدمت شما دسته هست و کاسه. 2 قسمت هستن، اما کاسه تشکیل شده از قسمت تنینی اون که به 2 نوع تراشیده میشه، خدمت شما عرض میکنم، و صفحه.
روی صفحه یک قطعه کوچیکی هست به نام خرک که این خرک سیم رو از روی صفحه جدا میکنه و سوراخ‌هایی که برای انتقال اون تشدیدهای صوتی روی صفحه تعبیه میشه و سیمگیر که در ته کاسه هست دندونه هایی داره که سیم ها رو نگه میداره، به این سیمگیر میگن. پس قسمت های مختلف کاسه، صفحه، کاسه، سیمگیر و خرک هست و سیم ها که از سیمگیر نصب میشه. قسمت دوم دسته رو توضیح بدم خدمت شما. دسته شامل گوشی ها هست، 3 تا گوشی داره، شیطانک یا خرک دسته و پرده پشت شیطانک که این سیم ها رو پشت روی این شیطانک نگه میداره، پرده هایی که مربوط به اجرا هست، دستان ها هست که 13-14 پرده هستن و شیاری که این قسمت هست مربوط به بستن گره پرده هاست. پس این هم قسمت های مختلف دسته. برای دسته در تنبور یک سوراخ آزاد میگذارن که این با وسیله یک تیکه پارچه‌ای این رو برای آویز کردن از این نقطه استفاده میکنن. این مجموعه قسمت هایی هست که در تنبور وجود داره. اما تنبور ترکه‌ای هم ببینیم. این تنبور یا چمنی یا ترکه‌ای همچنان که مشخص هست، ترکه هایی روی هم فرم گرفتن، قالب میگیرن و به این ترتیب ساخته میشه. این تنبور ترکه‌ای علاوه قسمت های مختلف با تنبور یه تیکه هیچ فرق نمیکنه، طول، اندازه، ابعاد هیچ فرقی با هم نداره. اما وسعت علمی تنبور اگر چنانچه تنبور فا کوک شده باشه، سیم سوم یا فا رو در روی حامل روی نوت خط سوم زیر خطوط حامل فا در نظر میگیریم. پس فا، سول، لا، سی، دو، ره، می، فا، سول، لا، سی، دو. حدوداً 2 اکتاو وسعت صدای تنبور هست. هر اکتاو هم شامل 8 صدا هست.